دوستان عزیز، هر ذره‌ای در عالم هستی دارای ادراک و درک و فهم و شعور است. همه ذرات عالم هستی هوشمندانه در مقابل خدای خودشون تعظیم و تکریم میکنن و تسبیح میگن. هوشمندانه. این مثال هایی که شما میزنید هوشمندی درش وجود ندارد. این که مثلا من یه دیوار ساختم، خب مردم میان در پناه این دیوار میشینن، این دیواره که هوشمند نیست. اینی که همه ذرات قدرت خدا رو نشان میدن، خب نشان بدن، هوشمندیش کجاست؟ وقتی کسی میخواد تسبیح بگه، تسبیح هوشمندی میخواد. من باید شروع کنم بگم الله اکبر، همینجوری که نمیشه که. همه ذرات عالم در محضر خدا هستند. همه ذرات هستی تعبد در مقابل خدا رو دارند. همه ذرات هستی در ازای تک تک اتفاقاتی که در عالم میافتد از خودشون واکنش نشون میدن. فقط من و شما نیستیم. آب یکی از این چیز هاست. آب خوب و بد را میفهمد. آب زشت و زیبا را میفهمد. آب دعا را میفهمد. آب اهانت و فحش را میفهمد. آب تفاوت قائل است بین فکر مثبت و فکر منفی. آب تفاوت قائل است بین نوشته مثبت و نوشته منفی. آب تفاوت قائل است بین رفتار خوب و رفتار بد. آب محبت رو میفهمه، آب زور رو میفهمه و واکنش نشون میده هوشمندانه. اگر این پرده رو یواش یواش بدم پایین، من همینجوری میگم آب منتظرم این بیاد پایین، نمیاد. ما قرارمون بگیم آب این بیاد پایین، گفتم بذار 7-8 تا آب بگیم، نه آب نمیاد. خب اینو بکشید. دوستانی که اینجا هستن، من الان غیب میشم، دوستانی که اینجا هستین برین اون پشت، چون تصاویر رو باید ببینین. من از این پشت توضیح میدم، بعد دوباره سر و کلم پیدا میشه. برو اون پشت ببین، پشیمون میشه. نمیبینین این ور، فکر نمی کنم این پرده قطوره، تصویر پشتش نمیاد. فقط برای دیدن تصاویر یه جوری برین اون لبه ها، بعد دوباره برگردین بشین. بسیار. یک آقای دکتری هست ژاپنی به نام دکتر ماسارو ایموتو. آقای ایموتو حدود 10,000 آزمایش بر روی آب انجام داده. ایشون معتقده که آب یه موقع‌های رفتار کریستالی از خودش نشون میده و نمایش مولکول‌های آب در فرم کریستالی زمانی انجام میشه که آب یخ زده باشه. یعنی شما شکل کریستالی مولکول آب رو مثل کریستال‌های لوستر زمانی میتونین ببینید که آب یخ زده. ایشون حدود 10,000 آزمایش انجام میده. آبهای مختلف رو در معرض آزمایش‌های مختلف قرار میده. بلافاصله آب رو منجمد میکنه، مولکول‌های آب رو زیر میکروسکوپ میذاره و نظاره میکنه. تمام مجامع فیزیک و زیست شناسی دنیا هم امروز آزمایش‌های دکتر ایموتو رو پذیرفتند و این آقا روزی نیست که در گوشه از دنیا سمیناری رو در این رابطه ارائه ندهد. آقای ایموتو میگه آب یه پیام مهمی برای ما دارد. پیام آب اینه که باید نگاه عمیق و ژرفی به خودمون بندازیم. آب در واقع آینه ماست. اون میگه نه تنها شکل ظاهری آب با توجه به محیطی که در او قرار میگیرد تفاوت میکنه، یعنی آب رو اگه شما توی کاسه بریزین یا لیوان بریزین یا پارچ بریزین، شکل ظاهری آب فرق میکند، خودش رو هم شکل با ظرف خودش میکنه. میگه نه تنها شکل ظاهری آب منطبق بر شرایط پیرامونی است، بلکه شکل مولکولی آب هم منطبق بر شرایط پیرامونی است. حالا میخوایم یه سری تصاویر رو ببینیم. نمیدونم تصویر رو پرده هست الان؟ تصویری. آقای ایموتو معتقد است آبهایی که راکد میمانند، مثل آبی که پشت سده،
مثل آب دریاچه ها که آب ساکن است و آبهایی که جاری هستند مثل رودخانه ولی از بین شهرها میگذرند مثل زاینده رود، معتقد مولکول اینها زشت می شود. آبهایی که راکدند به دلیل راکد بودن زشت می شوند، هستی با رکود مخالف است. آبهایی که جاری هستند از بین شهرها عبور می کنند به دلیل طیف غالب آدمهای منفی در اون شهرها واکنش آب منفی می شود. اولین تصویری رو که می بینید آب یک دریاچه است به اسم بیواکو. دریاچه بیواکو بزرگترین دریاچه در مرکز ژاپنه. تصویر قشنگه؟ این مولکول قشنگه؟ بله؟ اونایی که گفتن انشالله یه شوهر همینجوری نصیبشون بشه خوشگله؟ دریاچه بیواکو بزرگترین دریاچه در مرکز ژاپن است. ایشون میگه چون آب دریاچه رکود دارد، ساکن است، ایستاده است، حرکتی توش نیست، همین سکون، همین ایستادن باعث میشه که مولکول‌های آب زشت بشود. اومده قطره از آب دریاچه رو منجمد کرده، زیر میکروسکوپ گذاشته و ازش تصویر برداری الکترونی کرده. تصویر شماره 2 آب دریاچه است. آب یه سده به نام سد فوجیوارا، باز این در ژاپنه. درسته که مثل تصویر اولی نیست ولی به همون مقدار زشته، قبول دارین؟ اولی آب دریاچه بود به دلیل سکون، دومی آب سد است باز به دلیل سکون. ایشون میگه هر گونه سکون شکل مولکولی آب را زشت میکند. سومی یه رودخانه است به نام یودو. رودخانه یودو از چندین شهر ژاپن عبور میکنه. این شکل مولکولشه. اومده سومی شکل مولکولیشه. میگه به دلیل اینکه این آب از میان شهرها عبور میکنه و اکثر مردم تفکرات منفی دارن، فکر منفی مردم روی واکنش مولکولی آب تأثیر دارد و واکنشش رو نشون میده. اینی که ما به شما گفتیم اوائل دوره حتی الامکان خودتون رو از منفی ها دور کنید. افسرده دل افسرده کند انجمنی را. آب رو که دکتر معتقد است مثل آینه است برای ما، بعد از آب درس و الگو بگیریم. در معرض منفی ها که قرار گرفته که این منفی یا سکون بوده است یا گذشتن از میان مردم منفی، از خودش واکنش نشون داده. آقای ایموتو میگن آبایی که تازه از دل کوه میان بیرون، آبهای چشمه هایی که برف آب شده و جریان پیدا میکنن یا از دل کوه میان بیرون، به دلیل اینکه هنوز در معرض افکار منفی مردم قرار نگرفتن، هنوز مثبت شکلش هم به میزان مثبت بودنش خوشگله. شکل بعدی رو اگر نشون بدن، این مال رودخانه است به نام شیمانتو. منتها دقیقاً زمانیه که چشمه از کوه تازه داره واریز میشه به سمت رودخونه، نه از دهی گذشته نه از شهری گذشته. آبش رو گرفتن منجمد کردن و زیر میکروسکوپ دیدن. میگه این آب خوشگله چون مردم دور و برش نبودن. تصویر بعدی آب چشمه است در ژاپن به نام هوروبتسو. مهم نیست حالا اسما، ولی باز تصویر نشون داده که وقتی از سرچشمه خودش از دل کوه آمده بیرون چقدر زیباست. همین آبه میره تو رودخونه شهر، ببینید چه افتضاحی میشه. خدا رحم کرده این آقای دکتر ایموتو اصفهان نیامده. سراغ زاینده رود اگه میومد خدا میداند چه میشد. تصویر ششم آب چشمه است به نام سانبو ایجی. باز در ابتدای جایی که آب از دل کوه داره میاد بیرون، آب رو منجمد کردن و تصویر رو زیر میکروسکوپ دیدن. در واقع این تصویر شمای مولکولی اون آبه. تصویر شماره 7
چشمه‌ای به نام یوسوئی. همچین میگین او، منم هول شدم بیام ببینم. او تصویر شماره 7 هم دیدین. تصویر شماره 8 آب چشمه‌ای است به نام سایجو. اب نداره، چشمه است. شما بخندید، ما به هر قیمتی راضی. بعد ایشون فقط آزمایشش رو در ژاپن انجام نداده، رفت در فرانسه. از یکی از چشمه های فرانسه هم نمونه برداری کرد که تصویر بعدی هست. رودخانه‌ای به نام لوردز در فرانسه. چشمه است در واقع، اون زمانی که از دل کوه اومده بیرون. یادتونه گفتیم با کودک درونتون آشتی کنید و گفتیم آشتی با کودک درون برگشتن به همون صافی و زلالی زمانی است که ما به دنیا آمدیم، صاف و پاک و بی‌غل و غش، بدون ریا، بدون نقاب، بدون حقه. در واقع میخوایم این شکلی بشیم. این آب قبل از اینه که در مسیر عبور و مرور مردم قرار گرفته باشه. چقدر زیباست. آشتی با کودک درون اگر بکنیم یعنی میخوایم این شکلی بشیم. 70% بدن من و شما آب است. 70% کره زمین آب است. در ازای هر چیزی نه آب، همه چیز از خودشون واکنش نشون میدن. آقای ایموتو معتقده دعا بلا فاصله روی مولکول‌های آب اثر میگذارد. ما روزی که بحث دعا رو کردیم توی مدرسه همین بغل، بعضیا اومدن به من گفتن ما یکم نگرانیم. گفتم چرا؟ یه کمی امروز کلاسات شبیه به حوزه علمیه شد، همش قاله و تعاله و آقا حوصله کنین بهش میرسیم. ایشون معتقد است دعا بلا فاصله همه چیز را زیبا میکند. یکیش هم آبه. به محض اینکه من و شما دعا میکنیم همه ذرات عالم هستی با دعای من و شما زیبا میشود. تصویر بعدی رو لطف کنین. قشنگه؟ اون اول ما یه آبی رو نشون دادیم گفتیم مال فوجیوارا، گفتیم آب یه سده که خیلی هم بیریخت بود. همون آب سد رو یه عده رو ایشون آورد کنار سد، گفت بایستین دعا بخونین. بلا فاصله، یعنی شاید به شما بگم 10 ثانیه بعد از این که اینا دست به دعا برداشتن، از اون آب برداشت، منجمد کرد و زیر میکروسکوپ دید آب قبل از دعا تصویر بالا، آب بعد از دعا تصویر پایین، تصویر بعدی همون بزرگ بود. بعدی رو لطف کنید. آها، این آب یک دریاچه است در برزیل، خیلی بیریخته نه؟ یه عده رو در برزیل آورد کنار آب، یه عده برزیلی گفت هر چی بلدین یه جور دعا کنین. دعا کردن، شد تصویر بعدی. آقای ایموتو معتقد است که آبی که در آبهای لوله کشی شهری است، آبی که ما شیر آب باز میکنیم و مصرف میکنیم، به شدت بیقواره و زشته، چون از توی شهرها و محله ها و کوچه ها و خیابان ها میگذره و مردم مملو و از فکر منفی هن. تصویر بعدی. این تصویر آب لوله کشی شهر است. چه خوشگله. بعد آقای ایموتو کاری کرد. ایشون معتقده که دعا بعضی وقتا مثلا ما میشینیم دعا میکنیم خدایا فلسطین مثلا آزاد شه، اینا یه عده مسخره میکنن. مثلا میری راهپیمایی روز قدس میگن آزادش کردین؟ خب ایشالله سال دیگه میرین تو خیابون آزاد میشه. ایشون معتقد از دعا از راه دور هم مؤثر است. همون تصویری که میبینید آب لوله کشی شهری در شهر توکیو اومد زیر میکروسکوپ گذاشت و دید به شدت بیریخته. به 500 نفر استاد مسائل معنوی در گوشه گوشه ژاپن که هیچ کدوم در توکیو زندگی نمی کردن
گفت سر یه ساعت مشخصی من یه فنجون آب رو میزمه تو توکیو، آبی که تصویرشو دارین میبینین، سر فلان ساعت میخوام همتون به این آب فکر کنین و دعا کنین که خوشگل شه. سر اون ساعت 500 نفر که هیچ کدام در شهر توکیو نبودن، از 500 نقطه مختلف در ژاپن به اون آب فکر کردن و خواستن که زیبا بشه. تصویر بعدی محصل کار است. یادتونه گفتیم به محض این که به چیزی فکر میکنیم حاله های انرژی من و شما به اون سمت گسیل میشود. یکی از خاصیت های حاله انرژی انسان اینه که به محض این که به چیزی فکر میکنه حاله به اون سمت میره و حاله انسان میتونه باردار بشه، مثبت یا منفی. آزمایش دکتر ایموتو دقیقاً اثبات میکنه حرف ما رو. 500 حاله مثبت، ببینید آب رو چقدر زیبا کرد. آقای ایموتو معتقده که خلوص نیت در دعا بسیار مهم است. تصاویرشو الان من ندارم. اونهایی که خالصتر دعا میکردن آب خوشگلتر میشد. آقای ایموتو معتقده که در دعاهای گروهی اگه یه عده باشن که خوب نباشن دعای جمع به درد نمیخوره. یه عده بودن خیلی آدمای خوبیه، دو سه تام دزمز بود لاشون گفت بشینین دعا کنین. آب واکنش خوبی رو نشون نداد. دقیقاً زمان موسی همین اتفاق افتاد و یه گناهکار بین آدما بود، بارون نمی اومد، دعا میکردن نمی اومد. خدا گفت یه آدم بدی تو شماست، ما اجابت نمیکنیم. اون گناهکار توبه کرد و باران آمد و حالا چون وقت نیست از اون قصه میگذریم. به هر حال ایشون معتقد در دعاهای گروهی اگر کسایی باشن که افکار بد داشته باشن دعای جمع خراب میشه. که ما مصداقم گفتم داریم از حضرت موسی روی همچین موضوعی. آقای ایموتو روی موسیقی هم کار کرده. بعضیا میگفتن کلاس مثبت اندیشی است. این چیزا چیه میگی هوی متال گوش نکن فلان، دلت خوشه؟ ببینیم آیا آنچه که ما گفتیم برای موفقیت خوب است یا نه. تصویر بعدی موسیقی هوی متال برای آب پخش کردن شد. این بدبخت سرگیجه گرفته اصلا. یه موقع این تصویرها عقب جلو نشه من یه چیز دیگه باشه یه چیز دیگه بگم. همینه، این هوی متال. اگه خوشگله گوش کنید همه بدنتون این ریختی میشه. 70% بدن آب است. تصویر بعدی یک موسیقی رو از شوپن پخش کردند. تصویر بعدی یک موسیقی از بتهوون. تصویر بعدی یک موسیقی از باخ. تصویر بعدی یه رقص سنتی دارن ژاپنیا به نام کاواچی. همینه، مثل رقص روستایی‌های ما میمونه. دیدین رقص چوب؟ یه رقص سنتی در ژاپن به نام کاواچی، اونو پخش کردن آب این شکلی شد. آقای ایموتو معتقد است نه تنها رفتار ما، افکار ما، بلکه نوشته های ما بر مولکول های آب تأثیر میذاره. ایشون میومد آب رو میریخت تو بطری شیشه‌ای، روی کاغذ یه چیزی مینوشت، کاغذ رو میچسبوند به بطری، آب واکنش نشون میداد. تصویر بعدی روی شیشه نوشت آدولف هیتلر. تصویر بعدی نوشت مادر. یعنی آب در ازای نوشته کاغذ برمی‌داره همینجوری میندازه جلو پا دختر شماره موبایل منه. کل زاینده رو تو به هم میریزی. تصویر بعدی نوشت مادر ترزا. مادر ترزا مسیحی ها خوب میشناسنش، یه خانم محترم و مقدسی است توی دوستان مسیحی. تصویر بعدی نوشت روح. تصویر بعدی اون سمت چپیه روح، سمت راستی روی شیشه آب نوشت شیطان. این تصاویر دوست عزیز از روی اینترنت برداشته شده. آقای ایموتو 4 جلد کتاب و یک فیلم داره
اصلا تو ایران هم نیست، قیمتش هم فوق العاده بالاست. من شاید 2 هفته رو اینترنت گشتم، از هر جا دونه دونه این عکس‌ها رو برداشتم، چون مال سایت‌های مختلفه، سایزها مختلفه، ولی به هر حال قابل نمایش هست. تمام مجامع فیزیک دنیا و تمام مجامع زیست شناسی دنیا قبول کردن، کسی نمیتونه رد بکنه. میگه آقا رد میکنی این آب، وایستاده روش نوشته هیتلر گفته ببین، آب بلا فاصله واکنش نشون داده، اصلا قابل رد کردن نیست. خب آقای ایموتو میگه که نوشته ها تأثیر دارند. بعضی ها که خیلی خوشحالند علیه دین صحبت میکنن، خیلی خودشونو باسواد و عالم میدونن، بعد براشون ابراز تأسف کرد. این ظرفا چیه شما خودتونو مسخره کردین؟ میرین مشهد و کربلا و یه ظرف فلزی میخری روش یاسین نوشته، آب میریزی توش میخوری، یا میایید دعا میخونین به آب فوت میکنین میخورین. این دیوونه بازی ها چیه؟ این امول بازی ها چیه؟ اینا مال 1400 سال پیش بوده، عرب سوسمارخور. علم امروز میگوید هر نوشته روی رفتار مولکولی آب چیه؟ مؤثر است. دعا مؤثر است. تو دعا بخونی و آب فوت کنی بخوری، یه آب زیبا رو داری میخوری، مؤثر است. حالا علم امروز فقط میگه آب خوشگله. کو تا علم به اینجا برسد که چه خواص پزشکی دارد و آقای ایموتو معتقده که به زبانهای مختلف اگر ما با آب برخورد کنیم، همه کلمات زیبا به همه زبانهای دنیا رفتار آب در ازاش مثبت است، همه کلمات زشت به همه کلمات دنیا رفتار آب زشت است. اومده فوش داده به زبانهای مختلف، آب زشت شده به شکل‌های مختلف. کلمه های خوشگل گفته به زبانهای مختلف، آب خوشگل شده به شکل‌های مختلف، یعنی آب هوشمنده. توی ژاپن وایساده آلمانی فوش داده به آب، شکل زشت گرفته. تصویر بعدی به آب گفته متشکرم، thank you. تصویر بعدی همین متشکرم به زبان ژاپنی گفته شده، آریگاتو. هر دو کلمه زیباست، به دو زبان دو واکنش، ولی هر دو چی؟ زیبا. آقای ایموتو معتقد است واکنش آب نسبت به جملات دستوری اصلا خوب نیست، قابل توجه پدر مادرایی که فقط میخوان دستور بدن، بکن و نکن. روی شیشه آب یه برچسبی رو چسبوندن، دویت یعنی انجام بده. تصویر بعدی رو نشون بدین. خوشگله؟ کدومو نشون دادی؟ آقا قبلی الان تصویر چنده؟ اونی که پای لپتاپه میتونه عدد به من بده؟ من فکر میکنم 2 تا تصویر پریده جلو. من الان تصویر 29 رو میخوام. یه 2-3 تا پریده جلو. خب آقای ایموتو اومده به آب دستور داده انجام بده، دویت. خوشگله؟ بعد اومده یه کار دیگه کرده، let's do it، بیا با هم انجام بدیم. تصویر بعدی چه خوشگل شده، حالا برین دستور بدیم. بله؟ اگر یک جمله رو در 2 زبان به آب بدیم، بله ایشون امتحان کرده در 100 زمان، صبح ظهر شب، یه جمله ثابت، واکنش آب، یک واکنش آبای مختلف، یه واکنش عین هم نشون دادن. اگر 2 جمله مثبت و منفی رو، نه این همه اینا رو آقای ایموتو انجام داده. اگر جمله مثبت قوی تر بوده مثبته، اگه منفیه قوی تر بوده من، چون جمله ها بار منفی و مثبت دارن. حالا نشونتون میدم، هنوز چیزایی هست. بنابراین ایشون میگه در قبال جمله های امری هم واکنش آب اصلا جالب نیست. تصویر بعدی
ایشون اومده کلمه عشق و قدردانی رو با هم چسبونده به یک شیشه آب. میگه ما وقتی کلمات خوب رو یک جا میچسبونیم یه واکنش داره، وقتی کنار هم استفاده میکنیم واکنش زیباتر است. بعد آقای ایموتو اومده همین دو کلمه رو، عشق به اضافه قدردانی، چسبونده روی گلدون. گلا زیباتر شدن. ما اینو توی کلاسمون گفتیم در تهران. یه خانومی 2-3 ماه بعد گفت من من باب این که مطمئن شم به حرف شما، یکی از گلدونای خونمون رو یه برچسب روش چسبوندم، نوشتم عشق و قدردانی. گفت اینقدر این خوشگل شده، واکنش نشون میدن. حالا همه میدونن میرن خونه. آقای ایموتو معتقد است که آب روی جملات منفی واکنش منفی نشان میدهد. تصویر بعدی رو ببینین. قشنگه؟ میدونین چی نوشتن روی شیشه آب؟ حالمو به هم میزنی، میکشمه. You make me sick, I will kill you. حالمو به هم میزنی، میکشمت. یادتونه ما اینجا یک تست آینه انجام دادیم و گفتیم خودتون رو همان گونه که هستید دوست داشته باشید تا بتونید همه هستی رو همان گونه که هست بدون اعتراض و غر زدن دوست داشته باشین. آقای ایموتو اومد روی کاغذی نوشت خودت رو دوست داشته باش و چسبون به شیشه آب. تصویر بعدی نتیجهشه. میخوام بگم این چیزایی که اینجا گفتیم به بازی نگیرین. تست آینه خوب خندیدیم، هه بریم خونه هامون. از این خبرها نیست. حدود 2 یا 3 هفته پیش یه خانومی در تهران قبلا کلاسای ما رو اومده بود، 2 تا شیشه آورد، 2 تا شیشه سس مایونز کاملا هر دو رو شسته بود، تمیز کرده بود، یک قاچ از نارنگی رو توی یکی گذاشته بود، یک قاچ از نارنگی رو توی یکی دیگه گذاشته بود. میگفت اینا 20 روز این توان. روی یکی با برچسب نوشته بود دوستت دارم، روی یکی با برچسب نوشته بود دوستت ندارم. اونی که نوشته بود دوستت دارم نارنگی سرحال یه ذره آب نارنگی ته شیشه بود. اونی که نوشته بود دوستت ندارم مثل زغال سیاه شده بود و جمع شده بود. میگه آقای فرهنگ ببینید، آورد به همه کلاس نشون داد. حالا برین به بچه هاتون، به قوم و خویشاتون بگین حالمو به هم میزنی، بدم میاد ازت. ببینین چه اتفاقی میفته. آقای ایموتو معتقده که ما وقتی آب رو نزدیک میکنیم به گلهای معطر، مولکول آب خودش رو میخواد به شکل اون گل بکنه. تصویر بعدی. و تصاویر زیادی وجود داره که نشون میده گل معطر رو نزدیک کردن به آب و فوق العاده جالب مولکول سعی کرده خودش رو شکل اون گل بکنه. پس وقتی میری تو طبیعت بهت نشاط و شادی دست میده، یه اتفاقای خوشگلی داره تو بدنت میفته. وقتی عطر میزنی، وقتی هر کار خوبی انجام میدی، مجموعه هستی واکنش هوشمند نشون میده. همه اینا هوشمنده. الان اگه من اینجا یه مثلا فوش ژاپنی بدم، کسی که نمیدونه فوشه، اون آبه میداند و واکنش نشون میده. آبی که اینجاست توی اصفهانه. پس از من و شما خیلی هوشمندانه تر عمل میکنه. تسبیح گفتن خدا هوشمندانه داره انجام میشه. تصویر بعدی رو نشون بدین. آقای ایموتو معتقده همه ساختارهای بلوری، همه ساختارهای زیبا در ازای هر مثبتی که آب از خودش واکنش نشون میده، اون ساختار حتما 6 ضلعی است. تمام شکلایی که تا اینجا دیدیم چند ضلعی بود؟ تصویر بعدی رو تا تصویر آخر یکی یکی نشون بدید دوستان ببینن همه چی هن؟ 6 ضلعی هستن. ایشون میگه همه واکنش های زیبا 6 ضلعی است و میگه وقتی فوش میدی، حرف زشتی رو میزنی، نیت منفی داری، فکر بد میکنی، آب به هیچ وجه 6 ضلعی، شکل موسیقی هوی متال رو یادتونه؟ آب دیگه فرمول 6 ضلعی نداره.
میگه واکنش مولکول آب فقط جای 6 ضلعی است که کاملا همه چیز مثبت باشد. خب میتونیم چی رو؟ 6 ضلعی رو آقای ایموتو هنوز خودش دلیلی براش پیدا نکرده. توی یکی از آزمایش‌هایی هم که انجام داده بین 10,000 آزمایش آب یک رفتار 7 ضلعی از خودش نشون داده که یه علامت سوال بزرگی است، داره روش کار میکنه. خانمی به نام خانم حمیده بیطرف سال 83 که ایشون هم توی اینترنت تحقیقات آقای ایموتو رو دیده بود مثل من، در همین ایران میاد و در جشنواره خوارزمی این رو مطرح میکنه، منتها چیزهای جدیدی رو انجام میده. یک این که فقط روی آب کار نمیکنه، میاد روی آلیاژ قلع، روی سولفات مس و روی جیوه و آب کار میکنه و میبینه همشون در ازای مثبت ها واکنش مثبت انجام میدن، منفی ها واکنش منفی انجام میدن، منتها واکنش آب نسبت به یک موضوع مثبت با واکنش جیوه با واکنش دوتای دیگه فرق میکنه. ولی اتفاق قشنگی که میفته اینه که همشون واکنش مثبت انجام میدن. این که میگیم تسبیح میکند خدا را، یعنی همه این در و دیوار برای مثبت ها، منفی ها، فکرها، نیت ها، نوشته ها، رفتار هوشمندانه زشت و زیبا میشود. مثل وقتی که کسی کار زشتی رو میکنه من و شما اخممون رو تو هم میکشیم و کسی کار خوبی میکنه چهره شادابمون رو نشونش میدیم. همه هستی این کار رو میکنه. بعد خانم حمیده بیطرف اومد این کار رو کرد و کاری که کرد اومد موسیقی مسیح رو پخش کرد برای آب، اومد آیات قرآن رو پخش کرد برای آب و امکان تصویر برداری الکترونیشون نداشت، یعنی میکروسکوپی که در اختیار داشت میتونست زیرش ببینه. تکنولوژی که دوربینی روی این باشه و بتونه عکس برداری بکنه در اختیارش نبود، ولی این رو به جشنواره خوارزمی نشون داد. تک تک آزمایشاش رو در جشنواره یک بار جلوی اساتید انجام داد و اساتید دونه دونه اومدن تو میکروسکوپ دیدن، فقط نتونستن ازش تصویر بردارن. جالب این بود که زیباترین واکنش آب، خوشگلترین شکل آب، شکلی که هوش از سر آدم میبرد، زیباترین شکل آب زمانی بود که برای آب قرآن پخش شد. فوق العاده زیبا بود. و خانم بیطرف طرحشون جزو جمله طرحهایی بود که سال 83 در جشنواره خوارزمی رتبه اول رو کسب کرد. اگه کسایی میخوان ببینن خانم بیطرف چه تحقیقی کرده و با اینترنت کار میکنن و جستجو و سرچ فارسی رو روی اینترنت بلدن، یا اسم خانم حمیده بیطرف رو جستجو کنید یا شهادت آب، اسم طرح ایشون بود، شهادت آب. میتونین ببینین که چقدر قشنگ ایشون هم کار کرده. اگر دوست دارین تحقیقات دکتر ایموتو رو خودتون روی اینترنت ببینین، آدرس اینترنتیش رو براتون میگم، میتونین خودتون برین ببینین. اگر کسی دسترسی داره به خارج از کشور و میتونه کتابش رو بخره، حتما بخره، یک کپیش هم به من بده. 3 جلد کتاب به نام Messages from Water. Messages from Water یعنی پیام‌هایی درباره آب. یه دونه فیلمه که آب همه چیز را میداند. این دفعه به جای عکس برداری قشنگ فیلم گرفتن از ذره به ذره و تکه به تکه واکنش‌های آب. و سایت ایشون هست www.masaru اسپل همینه دیگه، M-A ما دیگه بابا، ما چجوری می نویسیم؟ صدای گاو. M-A-S-A ماسارو R-U ماسارو دش، یعنی اون خط فاصله رو، کلید شیفت رو نمیگیرین که آندرلاین بشه، منهای شیفت، خط وسط ماسارو دش ایموتو E-M-O-T-O E-M-O-T-O.net. این سایت دکتر ایموتوست که میتونین، هر ماه هم یه عکس جدید میذاره، یکی از 10,000 آزمایشش رو هر ماه یه عکسش رو در واقع اونجا